اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سپاره 26 سوره الفتح است و این سوره اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله والصلاة والسلام علی رسول الله صلی الله علیه و سلم. سوره الفتح. سوره فتح را وجه تسمیه‌شی است که این سوره را سوره فتح میگن به خاطر از اینکه موضوعات در مورد فتح گفته شده. بعضیا ایره میگن که فتح مکه مکرمه هست و بعضی از علما میگن که منظور از فتح صلح حدیبیه است که در اینجا بعد از این فتوحات زیاد صورت گرفت و این هم به مثابه یک فتح یا پیروزی هست. و مدنیتون وقتی سوره مدنی گفته میشه به این معنا که در اینجا احکام شریعت اسلامی به خصوص نظام های مختلف اسلام، نظام سیاسی اسلام، نظام اقتصادی اسلام، نظام اجتماعی اسلام، نظام اخلاقی اسلام، نظام تعلیمی و تربوی اسلام، نظام مالی اسلام و سایر نظام های اسلام در این بیان میشه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ان یقینا که ما ای رسول الله صلی الله علیه و سلم با عظمت خود و با قدرت خود فتحنا لك فتحا مبینا، ما فتح دادیم لك برای تو فتحا مبینا، یعنی فتح و پیروزی مبینا آشکارا. و در اینجا یک درس اعتقادی مهم گرفته میشه که فتوحات اسلامی و فتوحاتی که در عصر رسول الله صلی الله علیه و سلم صورت گرفته هست کلش با قدرت الله متعال بوده که مسلمان ها را نصرت کرده و هیچ وقت مسلمان ها به کافرها پیروز نمیشن تا زمانی که اینا ایمان حقیقی نداشته باشن، یقین واقعی نداشته باشن و حقیقتاً به تعهدات خود در کلمه و حقیقتاً به تعهدات خود در قرآن و سنت عمل نکنن. این فتوحات به خاطر ازی بود لیغفر لك الله ما تقدم من ذنبك و ما تأخر، لیغفر تا معاف بکند، مغفرت بکند، لک برای تو الله ما تقدم آنچه را که پیش گذشته است، من ذنبک از اشتباهات و لغزش های تو، و ما تأخر و آنچه از لغزش های تو بعد ازی می باشه. یعنی از این آیت شریف معلوم میشه که رسول الله صلی الله علیه و سلم تمامی حتی لغزش های عادیش، چون پیغمبر معصوم بود و پیغمبر معصوم و پاک ای از گناه های صغیره و کبیره پاک بود، گناهی نمی کرد که در کبایر و یا در صغایر حساب شود. بعضی اوقات بعضی از لغزش ها که ایره خلاف الاولا میگه. خلاف الاولا چی معنی؟ مثلا یک نفر یک کاری را میکنه، فکر میکنه که بسیار خوب است، لکن ای چون پیغمبر از باید خوبه نگیره، خوبتر بگیره. وقتی که خوبتر نگرفته خوبه گرفته، در اینجا برای پیغمبر چی گفته میشه؟ خلاف الاولا گفته میشه، لغزش میگن. پس به این خاطر الله متعال میگه که حتی اگر کدام جای کدام لغزش عادی هم شده هست از تو بخشیده شده هست قبل از و بعد از او. و یتم نعمته و تا که تکمیل بکنه الله متعال نعمتهای خود را علیک بالای تو. بزرگترین نعمت الله نعمت دین است، نعمت اخلاق است، نعمت تطبیق شریعت الله است و الله متعال تمام از اینا را بر رسول الله صلی الله علیه و سلم تکمیل کرده بود. دین اسلام در عصر رسول الله صلی الله علیه و سلم تکمیل شده. حالا اگر کسی زیادت میکنه این به معنای بدعت است و بدعت گمراهی هست. همچنان نعمت های دیگه که نعمت سیاسی بود که رسول الله صلی الله علیه و سلم تانست که دولت اسلامی، دولت مدینه منوره را تأسیس بکنه و خودش در رأس از این دولت بود. همچنان رسول الله صلی الله علیه و سلم از نگاه اخلاقی و از نگاه عبادات تمام از آنها را الله تکمیل کرد بالای رسول الله صلی الله علیه و سلم. با می خاطر الله متعال میگه و یتم و تا که تمام بکنه نعمته، تمام نعمتهایش را. دیگه نعمتهای اعتقادی و عملی اینا بود و آخرش چی شد که توسط فتح مکه مکرمه مسلمان ها تانستن که دولت اسلامی که در مدینه منوره تأسیس شده بود ایره در سرزمین عرب یا در جزیره العرب در تمام از او تطبیق بکنن. و یهدیک و هدایت کنه تو را الله متعال صراطا مستقیما، براه راست.
یک درس دیگه از این گرفته میشه که وقتی که فتوحات اسلامی شوه و قدرت سیاسی به دست مسلمان ها شوه، اون وقت است که با مسلمان ها مغفرت میشن، اون وقت است که مسلمان ها گناهایشان بخشیده میشه، اون وقت است که نعمت الله بالایشان تکمیل میشه و اون وقت است که اینا هدایت به راه مستقیم میشه. و تا زمانی که مسلمان ها در زیر بیرق کفر زندگی بکنن و اونا نتانسته باشن که شریعت الله را تطبیق بکنن، به عوض شریعت الله قوانین دست ساخته بشر را تطبیق بکنن، باز اینجا نه بر از اینا کامیابی گفته میشه، نه گناهی از اینا بخشیده میشه، نه نعمتهای الله بالا از اینا تکمیل میشه و نه هم اینا هدایت به صراط مستقیم شده. از این خاطر وظیفه هر مسلمانی است که بر تطبیق شریعت الله باید کار بکنه. و ینصرک الله نصرا عزیزا، و نصرت به طور الله نصرت بسیار عزیز با عزت. یعنی وقتی که فتوحات اسلامی صورت میگیره، قدرت سیاسی به دست مسلمان ها می باشه، نعمت الله بر از اینا داده میشه، اینا هدایت میشه، اینجا است که باز اینا مورد نصرت الهی قرار میگیرن و در اونجا هست که باز اینا با عزت می باشه. تا زمانی که قانون ساخت بشر بالای مسلمان ها تطبیق میشه، مسلمان ها به عزت هستن. هو الذی، الله ذات است که انزل السکینه فی قلوب المؤمنین، او ذات است که نازل میکنه سکون و اطمینان در قلب از این مؤمنان، لیزدادوا ایمانا مع ایمانهم، تا که زیاد شود ایمانشان به امرای ایمان. از این آیت شریف علما میگن که چون اعمال انسان که هست ای هم به ایمان تعلق داره و رسول الله صلی الله علیه و گفته که الایمان بدع و سبعون شعبه، ایمان 70 چند شعبه داره. از این خاطر ایمان زیادت و نقصان میپذیره. بعضی علما میگن که ایمان در اصل خود زیاد و کم نمیشه، چون اونا اما اساسات ایمانی که آمنت بالله و ملائکته و کتبه و رسوله و الیوم الاخر و القدر خیره و شره من الله تعالی و البعث بعد الموت، این از ما و شما از کدام ما فرق ندارن. از این نگاه ایمان زیاد و کم نمیشه، چرا کلگی این ایمان داره. اما اگر اعمال ببینیم، باز از نگاه اعمال که این هم در ایمان داخل هست، انسان که ایمان قوی داره، یقین قوی داره، باز اعمال از زیادتر می باشه. پس فرق از بین انسانی که قرآن فقط برش ایمان داشته باشه و فرق از بین از انسانی که یقین داشته باشه که این قرآن سرنوشت زندگی مرا تغییر میده، این قرآن کتاب هدایت است. از این خاطر میگه که کسایی که مؤمن حقیقی هستن، باز ایمانشان مع ایمانهم زیاد میشه، ایمانشان یعنی یقینشان به امرای او ایمانی که اونا دارن. ولله جنود السماوات والارض. و شما باید به این فکر نشین که اگر ما تنها هستیم و ضعیف هستیم. الله متعال میگه اگر شما ایمان قوی داشته باشین، الله متعال خاص برای الله هست لشکرهای آسمان ها و زمین. شما ببینید بعضی از دشمنای خود توسط باد از بین برد، بعضی دشمنا را توسط آتش، بعضی دشمنا را توسط مثلا امو صدای خطرناک، بعضی دشمنای خود توسط زلزله. پس تمام این مخلوقات که از بعضی دشمنای خود توسط لشکر ملائکه، اینال کلش ولله و خاص برای الله هست تصرف در جنود السماوات والارض، در لشکرهای آسمان ها و زمین. و کان الله علیما حکیما، و یقینا الله متعال هست علیما بسیار عالم و حکیما و بسیار با حکمت. لیدخل المؤمنین و المؤمنات، تا داخل بکند الله متعال مردهای مؤمن را و المؤمنات و زنا و خواهرها و دخترای مؤمن را با کجا داخل بکند؟ جنات، به جنات هایی که باغ هایی که تجری من تحت الانهار، که جاری می باشد از زیر درختها و قصرهای آن انهار جویبارها، خالدین فیها همیشه دی می باشه. و یکفر عنهم سیئاتهم، و تا که کفران بکنه یا دور بکنه یا بپوشانه عنهم از ایشان سیئاتهم، چی را؟ گناه هایشان را. و کان ذلک عند الله فوزا عظیما، اینی پیش الله کامیابی بزرگ است. و یعذب المنافقین و المنافقات، و تا الله متعال تعذیب بکنه مردهای منافق را و المنافقات و زنان منافق را و المشرکین و مردان مشرک را و المشرکات و خانمهای مشرک را. اینا کدام کسانی هستند؟ الظانین بالله ظن السوء، کسانی که گمان بد دارن به الله. ظن السوء گمان زشت، الظانین که گمان میکنن به الله، ظن السوء گمان بد. علیهم دائره السوء، بالای از اینا هست امو گردش بدی
و غضب الله علیهم، الله اینا را بر اینا غضب الله بالا از نازل میشه، و لعنهم، الله اینا را لعنت میکنه، و اعد لهم، و آماده کرده است الله متعال لهم برایشان جهنم، آتش جهنم را، و ساعت مسیرا، و بسیار جای زشت است. الله متعال باز تکرار میکنه که ولله جنود السماوات والارض، او مردم لشکر آسمان ها و زمین مربوط الله هست. اگر شما از دین الله دفاع نکنین، لشکر الله از دین الله دفاع میکنه و دشمنان الله را هلاک میسازن. لکن شما باید در امتحانتان ناکام نشین. و کان الله، و هست الله متعال عزیزا غالب، حکیما با حکمت. آل وظایف رسول الله صلی الله علیه و سلم بیان میکنه که رسول الله صلی الله علیه و سلم چی وظایف داشت و مسلمانای حقیقی در قبال از او باید چی بکنن. انا ارسلناک، الله متعال میگه که ای رسول الله صلی الله علیه و سلم، انا ارسلناک، ما تو را فرستادیم. الله میگه اینجا چون جای عظمت است، الله ضمیر تعظیم استعمال میکنه، میگه انا ما به عظمت و قدرت خود ارسلناک، فرستادیم تو را. پس یکی از وظایف رسول الله صلی الله علیه و سلم رسالت است. دومیش چی است؟ شاهدن که تو گواه می باشی، و مبشرن، سومی وظیفتی است که مردمای دیندار بشارت میتی، و نذیرن، چهارمی وظیفه تو چی هست؟ که مردمای بیدین گمراه را می ترسانی از عذاب الله. لتؤمنوا بالله، تا که شما ایمان داشته باشین به الله و رسوله و رسولش. وقتی که رسول الله صلی الله علیه و آله این وظیفه داشت، پس وظیفه مسلمان ها چی است؟ که به الله ایمان داشته باشند، به رسولش ایمان داشته باشند، و تعزروه، شما او را مدد کنین این پیغمبر را، و توقروه، و برازی عزت بتین. و وقتی که شما پیغمبر را عزت میتین و مدد میکنین، باز شما در حالی که تسبحوه بکرتا و اصیلا، وقتی که شما تسبیح و ذکر الله را میگین بکرتا صبح و اصیلا و در شام، یعنی شما با این وجود از این که عبادت الله را میکنین، تسبیح الله را میگین، با الله و رسولش ایمان میداشته باشین، و پیغمبر را کمک میکنین و او را عزت و احترام میدین. ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله، آل کسانی که با پیغمبر صلی الله علیه و سلم بیعت میکنن، در صف امرای از دست خود سر دست رسول الله صلی الله علیه و سلم میگذارن، و یا سنت های رسول الله صلی الله علیه و سلم تطبیق میکنن، انما یبایعون الله، این بیعتی که با رسول الله صلی الله علیه و سلم میکنین، در حقیقت این بیعتتان با الله هست. چرا؟ به خاطر از اینکه الله میگه انا ارسلناک، الله را فرستاده، نماینده و رسول از جانب الله هست. پس وقتی که یک کس دست خود بالای دست نماینده الله میگذاره، مثل از اینکه دست خود به دست الله متعال، همون قسمی که به جلال عظمت و شایسته هست، گذاشته باشه. یاد الله فوق ایدیکم، وقتی که شما دستتان بالای دست پیغمبر میگذارین، به این معنی است که کسی که با امیر جهاد بیعت میکنه، مثل که با الله بیعت کرده باشه. کسی که اوامر از او را تطبیق میکنه، مثل که اوامر الله را تطبیق بکنه، چون این چه رسول الله صلی الله علیه و سلم در این فتوحات امیر جهاد رسول الله صلی الله علیه و سلم بودن. ید الله فوق ایدیهم، دست الله بالای دستای از اونا هست. نسبت ید، الله متعال به خود اضافت کرده ید را، بناهن ما با ظاهر آیت ایمان داریم و معنای ید هم میفهمیم که به معنای دست است، لکن تشبیه نمی کنیم ایره با دست مخلوقات. میگیم امو قسم که به جلال و عظمت الله شایسته هست، ما کیفیتش نمیفهمیم به خاطر که مربوط به غیب است. فمن نکث فانما ینکث عن نفسه، پس هر کسی که نکث بشکناند امی عهد خدا و پیمان خدا با رسول الله صلی الله علیه و سلم، فانما ینکث علی نفسه، پس یقینا که انسان میشکند در حقیقت امو پیمان خدا بر نفس خود ملامت میسازه، خود در عذاب الله گرفتار میکنه. و من و هر کسی که اوفا وفا میکند بما عاهد، با آنچه که عهد کرده علیه بر آن الله با الله متعال، فسیؤتیه اجرا عظیم، و باز میدهد بر او الله متعال اجر بسیار بزرگ. مشکل اعراب چی بود؟ کسایی که از جهاد دوری میکردن، متخلفین اینا را میگفتن، یا مخلفون یا متخلفین کسایی بودن، مردمای بادیانشین که دنیا پرست بودن
و میگن که مردم های بیدین اینی عادت دارن در هر عصر و زمان. سیقول لک، پس میگن بر تو ای امیر جهاد، المخلفون، کسایی که از جهاد پس ماندن، ترک کردن، من الاعراب، از بادیه نشینان، شغلتنا، ما را مشغول کرده، اموال ما، مالهای ما، و اهلونا، و اهل ما، اعضای خانوادی ما، فاستغفر لنا، پس بر ما مغفرت بخواه رسول الله صلی الله علیه و یقولون به السنتهم، اینا با وجود از اینکه در جهاد اشتراک نکردن، اینا ایمان نداشتن که اشتراک بکنن، و حالی که سخنا را هم میگن، الله متعال میگه یا به حساب منافقت میگن. یقولون، میگوین به السنتهم، به زبانهایشان، ما آنچه را که لیس فی قلوبهم، در قلبهایشان نیست، یا اصلا در قلب خود نمیخواین، فقط به زبان فریبکاری میکنن. قل بگو فمن یملک لکم من الله شیئا، برشان بگو که کیست مالک، کی میتواند که یملک مالک باشد، لکم بر شما، من الله، از پیش الله، شیئا، چیز را، یعنی هیچ کس، من که هستم پیغمبر هستم نمیتونم که چیز را مالک باشم. ان اراد بكم ضرا او اراد بكم نفعا، اگر الله بخواد بر شما ضرر برسانه یا هم اراده کنه بر شما نفع برسانه. بل کان الله بما تعملون خبیرا، بگو برشان که الله با آنچه که عمل میکنین با خبر است. الله از قلبتان با خبر است. اگر حقیقتا شما مشکل داشتین، قلبتان با مسلمان ها بود و موانعی وجود داشت، شما اشتراک نکردین در جهاد، ولایده گپ است. اما اگر ایره به خاطر تنبلی و کسالت و بیمانی و منافقت نکردین، باز الله متعال با آنچه که عمل میکنه با خبر هست. بل ظننتم، بلکه شما چرا اشتراک نکردن؟ اینا گمان میکردن الان ینقلب الرسول والمؤمنون الى اهلیهم ابدا، اینا میگفتن که عالی رسول الله صلی الله علیه و سلم و مجاهدین و مؤمنایی که امروزی به جهاد رفتن، میگفتن یا خبر نمیگردن، لن ینقلب، بر نخواهند گشت، الرسول و پیغمبر، و المؤمنون و مؤمنا، الى اهلهم، به خانواده هایشان، ابدا ابدا، یاد یک رفتن میمرن اونجا کشته میشن، از بین میره، ما چرا بریم؟ و زین ذلک فی قلوبهم، این زینت داده شد امی سخن در قلب هایشان. و ظننتم ظن السوء، ای عقیده کردین عقیده بسیار زشت، گمان غلط کردین. و کنتم قوما بورا، شما قوم هلاک شده هستین. چرا بعضی کسا فکر میکنه که اگر در جهاد بری اونجا کشته میشی، در حالی که خالد ابن ولید تمام عمر خود در جهاد سپری کرد، لکن به مرگ عادی خود فوت کرد. و بعضی کسا فکر میکنه که اگر باز در جهاد رفتی کشته میشی، اگر در خانه تشتی تو نمیموری. اینا خبر ندارن که الله متعال در قرآن میگه که یک نفس تا که مکمل رزق خود تکمیل نکنه این نمیموره، باشه در جنگ باشه و مبارزه به ضد کفار باشه و یا در خانه های خود شیشته باشن. بسیار جوانا را ببینی میگی فلانی جوان چی گپ شد، ولی نمیفهم صاحب، یک جوان بسیار خوب زیبا نو موبایل خریده بود، چند وقت پیش خانه یک کس رفتیم، میگه بچه‌م خوب یک موبایل بسیار کلان لوکس خریده بود و رفت پیسه گرفت بر کل ما یک دانه موبایل نو خرید و بسیار بچه لایق بود و این پروگراما رو داشتیم. اینا گفت یک دفعه یک مریضی سرش آمد، دو سه دفعه بردیمش پاکستان و هند و اینجا تداوی، روز دیگه صبحکی از خواب میخیزه که در بستری خود جای به جای شده. یعنی مرگ حتی در بین خانه و در بستره هم این مربوط به یقین میشه. این مردم های متخلفین چی میگفتن؟ یا میگفتن که اگر اونجا بریکت پیغمبر، اینها دیگه به فامیل خود بر نمیگردن، کشته میشن، خلاص میشن. الله متعال برشان گفت که و ظننتم ظن السوء، شما گمان کردین گمان زشت را، در حالی که امرای مهاجرین و مجاهدین نصرت و کمک الله هست و اگر بر از اینا شهادت میته، این یک مقام بسیار عالی هست. و کنتم قوما بورا، و شما مردمای چی بودین؟ قومی بودین هلاک شده. و من لم یؤمن بالله و رسوله، الله متعال میگه و هر کسی که ایمان به الله و رسولش نداشته باشه، فإنا اعتدنا للکافرین سعیرا، الله متعال میگه ما آماده کردیم بر کافران دوزخ را. ولله ملک السماوات والارض، و خاص بر الله هست تصرف و مالکیت در آسمان ها و زمین. یغفر لمن یشاء، میبخشه هر کسی را که بخواه، و یعذب من یشاء، و عذاب میکنه هر کسی را بخواه. و کان الله، و هست الله متعال غفور الرحیم، بخشنده و مهربان. سیقول المخلفون، باز این مردمایی که پس مانده دیگه چی چال بازی میکنن؟ الله متعال میگه که یا منافق هستن، چلهای منافقا را خوب بفهمین که شما را بازی نته. چی میکنن؟ سیقول المخلفون، میگوین امی کسانی که تخلف کردن، پس ماندن،
از رفتن به جهاد. اذا انطلقتم الى مغانم، وقتی که روان شوید، آل دیگه مجاهدین آمدن، رسول الله صلی الله علیه و آله صحابه آمدن و به همراه از اینا مغانم از غنیمت های زیادی را گرفتن. دیگه آلی که میگه شما وقتی که حرکت میکنین که غنیمت ها را بگیرین، لتأخذوها، تا غنیمت ها را بگیرین، بازوا چی میگن؟ ذرونا نتبعکم، ما را بگذارین که ما از پشتان بیایم پیروی کنیم، یعنی از اونجا برای ما میگن چیز برسن. یریدون، اینا میخواهن ان یبدلو، که تبدیل بکنن کلام الله، حکم الله را. قل بگو برشان لن تتبعونا، شما هرگز پیروی ما را نمیکنین، یعنی شما نمیتونین که امرای ما برین و به امرای ما یک جای از غنیمت ها شما هم استفاده بکنین. کذالکم، این چونین قال الله تعالی، قال الله، گفته است الله متعال بر شما، من قبل از این، فسیقولون، باز دیگه چی سخن میگه این مردم ها؟ باز میگن وقتی که اجازهشان ندادی که از غنیمت ها استفاده بکنن چون تو مستحق نیستن، باز زود است که بگن بل تحسدوننا، که شما حسادت میکنین، این شما ما را خودتان میرین اموال غنیمت میگیرین، ما را اجازه نمیتین. بل کانوا لا یفقهون الا قلیلا، الله متعال میگه بلکه اینا نمیفهمیدن مگر کم، یعنی حتی دانش چی ندارن، دانش دینی و فهم اسلام ندارن که مستحق غنیمت کی هست. قل بگو للمخلفین، برای کسانی که تخلف کردن، پس ماندن، عقب ماندن از صف مجاهدین، من الاعراب، از مردمای بادیه نشین، ستدعون الى قوم اولی بأس شدید، شما ستدعون، باز طلب خیب کرده میشوین، الى قوم، به قومی که اولی بأس شدید، که صاحب بأس شدید هستن، یعنی در جنگ بسیار سخت هستن. بأس شدید چی معنی؟ یعنی کسایی که در جنگ بسیار اموتو دلاور هستن و بسیار جنگاور هستن. تقاتلونهم او یسلمون، شما با امرای از اونا می جنگین یا اونا تسلیم میشن. فان تطیعوا، اگر باز شما اطاعت کردین، آل برشان الله میگه خب او مرتبه دیگه خب نامدین، عذر خواهی کردین، گفتین ما مجبور بودین، مشکل داشتیم، خیلی این دفعه باز خیلی طلب میشین باز به یک جنگی که این جنگ باز از سابقه که سخت‌تر است. او دفعه مردمایی که جنگ کردیم مثل از یاور بسیار شاید اولی بأس شدید نبودن، شاید بسیار جنگ آزموده نبودن. باز چطور میکنین؟ اینا فإن تطیعوا، باز اگر شما اطاعت کردین، واقعا باز اشتراک کردین، یؤتیکم الله اجرا حسنا، باز الله بر شما اجر نیک میده. و ان تتولوا، و اگر رو گشتاندین، کما تولیتم من قبل، مثل که رو گشتاندین قبلا، یعذبکم عذابا الیما، باز الله شما را تعذیب میکنه، عذاب بسیار دردناک. خب لکن الله متعال یک قاعده را بیان میکنه که در اسلام قوانین است، قواعد است، احکام است. او کسانی که مثلا مریض هستن یا نابینا هستن، با سر از اونا مشکل نیست، استثناء وجود داره. آیا شما در بین از این استثناءات هستین و یا خود دروغ فریبکاری میکنین؟ لیس علی الاعمى حرج، الله متعال میگه بالای نابینا حرج نیست که اگر ای در جهاد اشتراک کرده نمیتونه، ولا علی الاعرج حرج، و همچنان اگر کسی معیوب است، عرج یعنی کسی معیوب است، پایش قطع است، دستش قطع است، این مشکل داره، سرازی هم سختی و مشکل نیست که در جهاد اشتراک نکنه. ولا علی المریض حرج، همین قسم اگر کسی مریض است، به اساس مریضی مرضی داره که مانع حرکت از این میشه و ضعیف می باشه، بالای از این حرج نیست. اما کسای دیگه که بازی حالت ندارن و باز قرار مثل نابینا و مثل لنگ و لاش و مثل مریض وارد خانه خود شیشته، با سر از اینا غضب الله نازل میشه. اینا باز در روز قیامت باز اینا سختترین عذاب بر از اینا داده میشه و در جمله منافقا اینا حشر میشه. و من یطیع الله و رسوله، و اما کسی که اطاعت از الله و رسولش میکنه و با امرای مؤمنین و امرای رسول الله صلی الله علیه و سلم و صحابه و امیر جهاد در جهاد میره، یدخله جنات تجری، الله متعال ایره داخل میکنه به باغهایی که تجری من تحت الانهار، که به زیر ازی نهرها جریان داره. و من یتولی، و کسی که باز پشت دور میتر رو میگرداند، یعذبه عذابا الیما، باز الله متعال عذاب بسیار دردناک نصیب از اینا میکنه. یعنی اگر کسی عرج نیست، لنگ و لاش نیست، نابینا نیست،
و همچنان مریض نیست، باز روگردانی میکنه از معرکه و از جهاد، الله متعال بازی را عذاب بسیار علیم یا دردناک میده. خب آل مردم میگن که اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم چطور تانستن که رضایت الله را کشف بکنن؟ الله متعال از اینا راضی شد. الله متعال میگه لقد رضی الله عن المؤمنین، الله از مؤمنین، از اون مهاجرین و انصاری که تقریبا علما در کتابای سیرت میگن که 1400-1500 نفر از مهاجرین و انصار بودن. ابوبکر صدیق، عمر، عثمان رضی الله تعالی عنه را باز روان کرده بودن. رسول الله صلی الله علیه و من حیث سفیر روانش کرده بود پیش مشرکین قریش در صلح حدیبیه. دیگه اینا وقتی که خبر عثمان رسید که او را کشتن، در حالی که نکشته بودن و او تال خورد و مسلمان ها آماده شدن، باز همین 1400-1500 نفر کلشان آمدن دست خود سر دست رسول الله صلی الله علیه و سلم گذاشتن که ما تا آخرین لحظه مرگ آماده هستیم که خون ما و جان ما و مال ما و زندگی ما فدای اسلام باشه. اینه میگه اینی قسم شهکار کردن که الله متعال از اونا راضی شد. تو مفت خونه است دیگه که تو قرار در خانه خو هستی و باز فکر میکنی که والله من مثل صحابه واره باشم. لقد یقینا که رضی الله راضی شد عن المؤمنین، از مؤمنا. از مؤمنین کی هستن اینجا؟ مؤمنین او مؤمنایی که از در هنگامی که یبایعونه که بیعت کردن همراه تو تحت الشجرة در زیر درخت، امو بیعت الرضوان میگن، زیر امو درخت بود. فعلم ما فی قلوبهم، الله متعال میگه عالم هست، میفهمید که در قلب های از اینا چی هست. اینا هم عملا کار کردن و هم قلب پاک داشتن. میگه الله متعال میدانست آنچه در قلبایشان است. فانزل السکینة علیهم، الله متعال نازل کرد سکون آرامش را بالایشان. و اثابهم فتحا قریبا، الله متعال بر زنان نصیب کرد چی را؟ فتح بسیار قریب و نزدیک. از این آیت قرآن چند درس گرفته میشه؟ اگر کسی، ما و شما همیشه برادرها دوستایی که هستن و این قرآن هم میشنون، در روز قیامت الله متعال ما و شما را پرسان نمیکنه که تو شیعه استی، تو سنی استی، تو حنفی استی، تو شافعی استی، تو سلفی استی. این گپایی است که مردم از نامه را بر خود اختیار کردن. الله از آیات قرآن پرسان میکنه. این ما و شما وقتی که پیرو قرآن عظیم شان هستیم و پیرو رسول الله صلی الله علیه و سلم هستیم، الله پرسان نمیکنه که در خانه کی پیدا شدی. در خانه سنی پیدا شدی، در خانه شیعه پیدا شدی، در خانه حنفی پیدا شدی، در خانه شافعی پیدا شدی. در هر خانه که پیدا شوی پیش الله مهم نیست. پیش الله مهم چی است؟ که آیا شما به این قرآن عمل کردین؟ آل مثلا در قسمت اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم ما چی ایمان داشته باشیم؟ عقیده ما چه قسم باشه؟ روایت ها زیاد است، قصه های تاریخی زیاد است. شما اگر تاریخ بخوانین، پشت گپ های مردم بگردین، مردم هر کس دوست داره، دشمن داره، یهود است، نصارا است، مستشرقین است، مثلا مشرکین هستن، کفار هستن. کل ازیا قلم در دستشان است، چی نوشته میکنن؟ تاریخ نوشته کرده میرن. حالا اگر شما برین در شهر تاریخ ها را بکشین، تاریخ ها را بگیرین، هزاران قسم تاریخ. هر کس بدل خود، هر کس که خوشش آمده او را ملائکه توصیف کرده، هر کس که بدش آمده او را چی کرده؟ او را بیخی کافر ساخته. خیمه در قسمت اصحاب رسول الله هم چی عقیده داشته باشیم؟ والا ما 100 قصه هست. الله میگه نه، شما اگر به قرآن ایمان دارین، ما صحابه را بر شما معرفی میکنم. آل مهاجرین و انصار الله چی میگه؟ در اینجا دو کلمه را گفته. مؤمنین اینا را گفته لقد رضی الله عن المؤمنین. پس از این معلوم میشه که اصحاب رسول الله صلی الله علیه و مهاجرین انصار چی بودن؟ مؤمن بودن. الله میگه من مؤمن هستم. اینا مؤمن بودن، ما برشان چی میکنم؟ شهادت میتونم که اینا مؤمن بودن. دوم، از اینا الله گفته رضی الله، الله راضی شده. پس اینا اگر کسی مسلمان واقعی است و واقعا مسلمان هست که عقیده خود از قرآن عظیم شان و از سنت رسول الله صلی الله علیه و میگیره، این خلاص کافی و شافی است بر ازو که الله متعال در مورد مهاجرین و انصار چی میگه؟ میگه که مؤمن هستن و الله از اونا راضی است. در روز قیامت ما از قبر میخیزم، الله ما را پرسان کنه بگه خب تو درباره صحابه چی عقیده داشتیم؟ هم گفتیم یا الله
گپا خو زیاد بود، مردم هر چیز میگفتن، لکن ما به قرآن ایمان داشتم، از قرآن گرفتیم ایمان خدا. تو گفتی که لقد یقینا، لام یک دفعه، قد دو دفعه. و بعض علما میگه که وقتی که ای لقد داخل شوه بالای فعل ماضی به معنای قسم است، این چی خطرناک است. یعنی الله قسم یاد میکنه که این مهاجرین انصار، ابوبکر و عمر و عثمان و علی و اینا کسایی که در اینجا بودن، متوجه هستین؟ یا کی بودن؟ میگه یا مؤمن بودن و الله قسم است که الله از اینا راضی بود. این همین برای ایمان کافی است. از یبایعونک تحت الشجره، همین کسایی که زیر بیعت الرضوان، زیر شجره همراه تو چی کردن؟ بیعت کردن. مؤمن هستن، الله از اینا راضی است. حالا اگه کس میگه یا مسلمان نیستن یا کافر هستن، این حالا گپ از یا تکر با چی میکنه؟ با این آیت قرآن تکر میکنه، گپ الله را رد میکنه. الله میگه مؤمنین است و الله از اینا راضی است. اگر کس میگه که او وقت الله از پیش از اینا راضی بود، آیا این قرآن به عصر صحابه نازل شده یا تا روز قیامت است؟ تا روز قیامت باید به ایمان داشته باشن. وقتی که بر ما هم است، حالا ما خود عصر رسول الله هم نیستیم، خب الله متعال وقتی که در قرآن گفتی قرآن بر ما هم است، پس اینمی باید عقیده ما باشه. از این خاطر متوجه باشین که وقتی تاریخ در مورد پیغمبرها و صحابه میخوانین، از قرآن عقیده تان بگیرید، از احادیث صحیحه رسول الله صلی الله علیه وسلم میگیرید. تحت الشجره، اینمی درختی که بیعت شد. حالی این درخت بعضی مردم می آمدن چی میکردن؟ این ماچ میکردن، بغل میکردن، چوبکش میگرفتن در گردن خود منداختن. عمر رضی الله تعالی عنه خبر شد، گفتن چی گپ است؟ گفت صاحب اونجا یک دانه درخت است، تو سرش بیروبار است، تو زدنک است که مردم در گرد طواف میکنن، شاخچه هایش میگیرن، اشتکای خودن، برگایش میخورن، خاکایش میخورن. عمر رضی الله تعالی عنه گفت مردم، یک درخت بود، او درخت چی کمال داشت؟ راسن تبر گرفت همین درخت پرخچه که گفت ما قوم درخت پرست نیستیم، درخت پرست نیستیم. پس انسان مسلمان باید همین قسم چی کنه؟ وقتی که اینا الله متعال میگه فعلم ما فی قلوبهم، الله از قلب صحابه عالمتر بود از قلب شما که و مردم. تو قلب عمر را باز کردی، قلب ابوبکر را باز کردی، قلب علی را باز کردی، قلب عثمان را باز کردی، قلب مصعب را باز کردی، قلب سلمان را باز کردی. نه، الله از قلبشان با خبر بود. از این خاطر الله گفت لقد رضی الله عن المؤمنین فعلم، الله متعال عالم بود ما فی قلوبهم، آنچه که در قلبهایشان بود. فانزل السکینة علیهم و اصابهم فتحا قریبا، هم برشان سکون آرامش داد و هم برشان فتح نزدیک داد.